آن روز صبح زود از خواب بیدار شدم. درد باور نکردنی را احساس می کردم. از شدت تب بسیار بالا می سوختم. خیلی درد داشتم. نمی توانستم حرکت کنم. به سختی تلفن را برداشتم و برای کمک به خانواده‌ام تماس گرفتم. من را به قسمتی از اورژانس بردند. درد شدیدی داشتم. هر چقدر که می‌گذشت درد من بیشتر می‌شد و من ضعیف و ضعیف‌تر می‌شدم. از این همه درد برای مدت طولانی همانطور که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودم تشنج کردم. احساس کردم سرم منفجر میشه. درست زمانی که میدانستم دیگر نمیتوانم درد را تحمل کنم، ارتباطم با دنیای بیرون کاملا قطع شد. داشتم با خودم میگفتم فکر میکنم دارم میمیرم. من هیچ ترسی نداشتم. درست در همان لحظه از بدنم خارج شدم. دیگر به بدنم متصل نبودم. دردم کاملا از بین رفته بود. من جدا شده بودم و متوجه شدم که بالای سقف اتاقی که در آن بودم هستم. من به پایین نگاه می کردم و می توانستم بدنم را که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود ببینم. حقیقت وجودی من دیگر جزئی از اون بدن نبود. در حقیقت آن قسمت فقط پوسته ای از من بود. اطرافیانم را کامل می دیدم. حتی احساسات آنها مثل ترس را احساس می کردم. من تمام آنچه در آن لحظه در حال وقوع بود احساس می کردم. ناگهان توپ‌های کوچک از انرژی که سفید رنگ بودن را دیدم. آنها روح‌هایی در بیمارستان بودند. من متوجه شدم که هر کدام از روح‌ها به روح‌های دیگر متصل است. من متوجه یک پارچگی که همه ما به هم متصل هستیم شدم. بعد از آن همه چیز شروع به تغییر کرد. من خیلی سریع به داخل تونلی کشیده شدم. شبیه ترن هوایی بود، اما شما دقیقاً نمی‌دانید که قرار است با چه چیزی مواجه شوید، ولی هیجان انگیز است. تونل بسیار کوتاه بود. انتهای تونل نوری به رنگ سفید رنگ بود. بسیار درخشان و زیبا. عشقی فوق‌العاده را احساس می‌کردم. عشقی خالص و بدون قید و شرط. این تجربه سرشار از عشق شبیه زمانی بود که دخترم را وقتی به دنیا آمده بود برای اولین بار دیدم و او را در آغوش گرفتم. آن نور حتی از آن عشق هم بزرگتر و عمیق‌تر بود. در طول این تجربه من از منیت‌ها و محدودیت‌های جسمیم رها شده بودم. من با آن نور یکی شده بودم. من عشقی خالص شده بودم. متوجه شدم ما هرگز از هم جدا نبودیم. ما خود عشق هستیم و هر روحی باید این را بداند. زمانی که در جسم خود روی سیاره زمین هستیم این را فراموش می‌کنیم. خود را از مبدأ جدا می‌دانیم در حالی که این یک توهم است. ما هیچ وقت جدا و تنها نبوده ایم. می‌دانم ترس بزرگی از مرگ وجود دارد. من هم ترس از مرگ داشتم. اما در تجربه‌ای که به دست آوردم متوجه شدم با اینکه درد بسیار شدیدی داشتم، اما پس از خارج شدن از بدنم درد حتی به اندازه یک فکر هم نبود. درد فقط چیزی بود که در جست در آن پوسته قرار داشت. مرگ پایان کار نیست. زندگی بر روی زمین فقط قسمتی از تجربه ماست و در نهایت این تجربه تمام می شود و چیزی جز صلح و عشق در انتظار ما نیست. من خیلی دوست داشتم که در آنجا در آن نور بمانم، اما به من گفتند که باید برگردم و من با عشقی فراوان آنجا را ترک کردم و به طرف تونلی کشیده شدم. من به عقب برگشتم و پس از بازگشت به جسمم درد هم دوباره شروع شد.